الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله. برای همراهی و مصاحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزید. قطعا همان گونه که الله متعال از میان تمامی ادیان دین اسلام را برگزید و از میان تمام پیامبران رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان خاتم الانبیا و افضل الرسل برترین پیامبر خودش برگزید و همان گونه که قرآن را کلام جاویدان خودش قرار داد تا با گذشت نسلها با گذشت قرنها امروزه به دست من و شما برسد بدون هیچ گونه کمی و کاستی. اون اللهی که این همه گزینش ها را انجام داد، قطعا اون اصحابی را که الله متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیرامون و گرداگرد رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع کرده بود، همه آنها انسانهای برگزیده‌ای بودند. به تعبیری که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد، الله متعال نگاه کرد، نظری افکند بر قلوب تمام انسانها، دید که قلب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه برتر هست، پویاتر هست، بهتر هست. اینشان را به عنوان پیامبر و خاتم پیامبران خویش انتخاب فرمود و بعد از آن نگاهی انداخت به قلبهای بنی آدم و انسانهای این دوران، دید که این اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه برتر هستند، مناسبتر هستند. بدین خاطر این افراد را به عنوان صاحبان رسول الله، به عنوان همراهان رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب نمود. قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زمانی که میخواست یک شخصی را به دوستی بگیرد یا ولا و برایی را در مقابل برخی از انسانها به اجرا بگذارد، قطعا ملاک دوستی و محبت و همچنین ملاک دشمنی و عداوت با افراد از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نبوده جز ایمان. این ملاک و معیار اون چیزی هست که الله متعال به ما آموخته. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن تأکید کرده که انسانهای مسلمان و مؤمن باید حتما با مؤمنان دوست بشوند و جایز نیست که یک انسان مسلمان یک کافری را به دوستی بگیرد و با اون ولا و برا داشته باشد بر اساس چیزی دیگر غیر از دین مبین اسلام. قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن لا تصاحب الا مؤمنا، همراه مباش مگر با انسانهای مؤمن ایماندار. اولین کسی که بر این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع عمل بپوشاند شخص ایشان هستند. ببینیم که پیرامون رسول الله صلی الله علیه و سلم چه انسانهایی بودند. قطعا اگر ما این نقاب تعصب را و عداوت و کینه ای را که بسیاری از مردم با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، اینو کنار بزنیم، واقع بین باشیم، جان نثاری ها و فداکاری های اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بنگریم، کارهایی را که ایشان در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دین مبین اسلام انجام دادند. کارنامه این افراد را بعد از رسول الله بنگریم، میبینیم که بر همان خط و منشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون تعیین کرده بود، بر همان مسیر گام برداشتند و اندکی هم از اون راه و مسیر منحرف نشدند. قطعا چنین انسانهایی که در زمان رسول الله در کنار ایشان بودند
و پا به پای ایشان با مشرکان و کافران می جنگیدند و به خاطر رضای الله و رسول مال خودشان را، جان خودشان را و همه چیز خودشان را، نفس و نفیس خودشان را فدا کردند. اینها قطعا انسانهای مبارکی هستند، انسانهای مخلصی بودند که قطعا این شایستگی را داشتند که همراهان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. رسول الله هم این افراد را برای صحبت خودش برگزید، نه تنها برای صحبت بلکه برای وصلت‌های خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم این افراد را برگزید. این افرادی که متاسفانه امروزه از دیدگاه بسیاری از مسلمان نماها نماد کفرند، نماد شرکند، نماد دشمنی و عداوت با اهل بیت رسول الله هستند. اما می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این افراد را جزو رفیقان خصوصی خودش قرار داده، جزو انسانهای برگزیده‌ای قرار داده که با اونها وصلتی داشته، از اونها دختر گرفته، به اونها دختر داده. یکی از این افراد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه است. ما می‌دانیم که حضرت عمر بعد از این که مسلمان شد در خدمت اسلام بود، در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از وفات ایشان هم کارنامه بسیار درخشانی دارد و افتخارات بسیار زیادی را ایشان برای خودشون کسب کردند. اونگونه که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید ما زلنا اعزة مذ اسلم عمر، از زمانی که عمر مسلمان شد ما عزیز شدیم، ما قدرت پیدا کردیم. کان اسلام عمر فتحا و کانت هجرته نصرا و کانت امارته رحمه. اسلام آوردن عمر واقعا برای ما یک فتح بود، هجرت کردنش یک نصرت و یاری بود برای ما مسلمانان. دوران امارتش و حکم فرماییش یکی از رحمتهای الهی بود، سر تا سر رحمت بود. لقد رأیتنا و ما نستطيع ان نصلي بالبيت حتی اسلم عمر. ما تا زمانی که عمر مسلمان نشده بود نمی توانستیم کنار خانه کعبه نماز بخوانیم. فلما اسلم عمر قاتلهم حتی ترکونا فصلینا. وقتی که عمر مسلمان شد با اونها مقابله کرد، با کفار و مشرکان مقابله کرد، جلوی رویشان ایستاد. فصلینا، ما هم رفتیم در کنار خانه کعبه و در مسجد الحرام نماز خوندیم. آری این عمر کسی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن جایی که از نسب عمر اطلاع داشت و آگاهی داشت، از آن جایی که از خانواده عمر و دختران عمر آگاهی داشت و ایمان اونها را میدانست، از آن جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمر در یک جامعه و در یک شهر و در یک محله زیسته بود و کاملا ایشان را میشناخت، بر ایمان و صداقت عمر یقین داشت و بر تربیت خانوادگی عمر اعتماد کاملی داشت. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما مسلمانان و پیروانش را دستور داده که برای تشکیل زندگی مشترک خودمان همسری مناسب را، دیندار را، با ایمان را انتخاب بکنیم. این رسول گرامی خدا سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زندگی خودش رفتن به خواستگاری دختر عمر. آری اولین وصلتی که با آل عمر انجام گرفته از جانب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که ایشان با حفصه دختر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ازدواج کردند. حفصه 5 سال قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد. دقیقاً همان دورانی و همان زمانی که مشرکان مکه مشغول تعمیر خانه کعبه بودند. اگر خاطرتان باشد
قبلا خدمت شما عرض کردم در مورد دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها 5 سال قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. دقیقاً همین زمانی که مشرکان مکه خانه کعبه را تعمیر می‌کردند. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هم دقیقاً در همون زمان به دنیا آمدند. یعنی این که حضرت حفصه و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما هر دو همسن و سال همدیگر هستند. و این حفصه یکی از دختران حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حفصه را به عنوان همسر خودشان برگزیدند. انشاءالله بعد از مشاهده کردن یک میان برنامه کوتاه خدمت شما باز میگردم و مطالبی دیگر را در این زمینه عرض خواهم کرد. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. آری رسول الله صلی الله علیه و سلم حفصه دختر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه را به همسری برگزیدند. مادر حفصه رضی الله تعالی عنها زینب بنت مزعون بود و این زینب خواهر عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه است. یکی از اصحاب گرانقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم که عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه یکی از مهاجرین اولین بود که در جنگ بدر شرکت داشت، جزء اصحاب بدری هست. و در واقع عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه دایی حضرت عبدالله ابن عمر و حفصه بنت عمر که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و برادر زینب بنت مزعون که زینب همسر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. عثمان ابن مزعون همون گونه که عرض کردم یکی از اصحاب بدری هست، جزء کسانی هست که در جنگ بدر شرکت داشتند و ایشان بعد از جنگ بدر از دنیا رفتند. جالب اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک افتخاری رو که حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و یک مدالی رو که دریافت کردند این بود که بعد از این که ایشان فوت کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالینشون آمدند و پیشانی عثمان ابن مزعون را بوسیدند و هنگامی که داشتند پیشانی عثمان را می بوسیدند اشک رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شد و اشک مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم بر گونه های عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه افتاد. خانواده آل مزعون همگی مسلمان شدند در مکه و همه هجرت کردند، تمام مسلمان شدند و همه اونها هجرت کردند رفتند به مدینه منوره. هم زنانشون و هم مردانشون همه هجرت کردند، به گونه‌ای که در تاریخ نقل شده که تمام منازلی که آل مزعون در مکه داشتند همه قفل خورده بود، چون که تمام صاحبانش رفته بودند به مدینه منوره و کسی نبود که در مکه زندگی بکند. و این نشانگر این هست که حضرت حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها هم از جانب پدر شناخته شده بود
و هم از جانب مادر. پدرش هم یکی از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بدر بود و همچنین دایی‌هایش و خانواده مادریش همه جزء اصحاب رسول الله و مسلمانان نخستین بودند. به این خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم حفصه را به عنوان همسر خودشون برگزیدند. حفصه قبل از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با او ازدواج بکند زن خنیس ابن حذافه بود رضی الله تعالی عنه که ایشون هم هجرت کردند. در واقع این خانواده با هم، زن و شوهر با هم هجرت کردند و به مدینه منوره رفتند، اما شوهرش بعد از غزوه بدر از دنیا رفت. و جالب اینجا هست که بعد از این که شوهر حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها از دنیا رفت و بعد از گذشت عده‌اش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به عثمان پیشنهاد داد که دخترش را به همسری برگزیند، اما حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حرفی نزد تا اینکه شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواستگاری حفصه اومد و نهایتاً اون رو ازدواج کرد. و بعدها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گفت که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخواستند که حفصه را ازدواج بکنن، قطعا من خودم با اون ازدواج میکردم، اما علت این که من جوابی ندادم و پاسخی به پیشنهاد عمر ندادم این بود که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر حفصه را شنیده بودم و بو برده بودم و احساس کرده بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین قصدی را دارند. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع خواستگاری کرد از حفصه رضی الله تعالی عنها، یک روزی فرمودند قد زوج الله عثمان خیرا من ابنتک، به حضرت عمر فرمودند که الله متعال به عثمان همسری بهتر از دختر تو داده، زنی بهتر از دختر تو الله متعال نصیبش کرده. و زوج ابنتک خیرا من عثمان، و برای دختر تو هم شوهری پیدا شده و کسی دختر تو را ازدواج کرده که بهتر از عثمان هست. به عثمان همسری بهتر از دختر تو پیدا شده و برای دختر تو شوهری بهتر از عثمان پیدا شده، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این ازدواج در ماه شعبان بعد از جنگ بدر و قبل از جنگ احد اتفاق افتاد. این یکی از افتخاراتی هست که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آن را در واقع کسب کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را شایسته و لایق دانست که با خانواده ایشان وصلتی را انجام بدهد. و قطعا همان گونه که برای اون کسانی که داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند افتخاری هست این واقعا که شخصی داماد پیامبر باشد، دختران پیامبر در منزل چه انسانهایی باشند، اون انسانها واقعا انسانهای برگزیده و مورد تأیید رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و اگر برعکس هم دختران انسانهایی را، افرادی را از میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شخص رسول الله اونها را انتخاب می کند برای همسری و برای زندگانی مشترک خودشان، یعنی این که این انسانها و این خانواده های مورد تأیید رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و یکی از این خانواده خانواده حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است که قبل از آن هم خانواده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند. واقعا این افتخاراتی است که الله متعال شامل حال ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما کرده بود که ما میدانیم که شیخین یعنی ابوبکر و عمر هر دو تا پدر خانمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قید حیات بودند
حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و حفصه همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و ما معتقدیم که در دنیا و آخرت ایشان همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. انشاءالله تا برنامه دیگر که خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى